اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ذکر داشتند که حمایه نعمت‌های مقدس و بزرگترین آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه مهمی هر یک فرد بننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاه در نوبت اول خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح می باشند. جوانان بننگ و ناموس و وطنخواه و میهن‌پرست جماعت‌های دهات واروخ و چارکوه از سخنان خردمندانه سرور عاقل و فضیلت پیشه کشور روح و الهام تازه گرفته با افتخار و شرفمندی در روز اول دعوت بهاری با امر دل و وجدان و با خواهش خود اختیاراً به خدمت وطن مادر رفتند که در نتیجه نقشه دعوت بهارانه در این جماعت‌ها در روز نخست بیش از 107% اجرا گردید. مردم سربلند و وطن دوست جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ شهر اصفره ولایت سوغ اقدام نجیب و وطنخواهانه پیش گرفتند که در روز نخستین دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نقشه دعوت را در ولایت بر زیاد اجرا نمایند. این تشبث ساکنان شهر اصفره در تمام جماعت و دهات شهر هماوازی عمیق و جانبداری همه طرف پیدا نموده جوانان شجاع و دلیر و توانای اصفره مرز با امر دل و وجدان به خدمت حربی روانه شدند. من از جوانان سعادتمند دعوت به میان می آورم که باید فرزندان عزیز این وطن عزیز خودمان را محافظت کنیم، چون که ما در گذشته هویت ملی خود را هرگز از دست نداده بودیم. در جماعت دهات واروخ با مقصد دستگیری این اقدام جوانان به خدمت سفربر گردیدند و نقشه دعوت در این جماعت 100% اجرا کرده شد. من یکی از جوانان دعوت شده خدمت حربی از جماعت دهات واروخ به تمام جوانان جمهوری تاجیکستان گفتنی هستم که سیاست پیشگرفته امروزه دولت را دستگیری نموده به خدمت حربی سری وقت حاضر شوید. در جماعت دهات واروخ و مسئله تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی از جانب والدان اهمیت خاصه روانه شده است. پدران و مادران هنگام شدن تصمیم فرزندانشان برای اجرای قرض شهروندی یعنی رفتن به خدمت حربی خوشحال گردیده به جگربندانشان دعای نیک می‌دهند. جوانان اصفره اقدام گرفتند که در روز یکم دعوت حربی از عهده اجرای نقشه برآیند و من دعوت به عمل می‌آورم که این تشبث را تمام جوانان شهر و دهات ولایت‌های جمهوری تاجیکستان دستگیری نمایند. دلیل دیگری که به بیشتر گردیدن شماره اختیاریان به خدمت حربی و اجرای نقشه دعوت در روز اول مساعدت نمود این بهتر شدن شرایط بدوباش افسران و سربازان در قسم‌های نظام می باشد. زیرا والدان هنگام دیداربینی اسکران شاهد گفته‌های بالایی شدند و امروز دلپرانه اقدام گرفتند که در روز اول دعوت نقشه دعوت در جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ شهر اصفره اجرا گردد. ما شاهد هستیم در معرکه‌های کاروان مادران و در قسم‌های حربی تشریف آوردیم و از جای استقامت و خدمت جوانان با خبر هستیم، دیدن کردیم و خیلی خوب شرایط ها مهیا کرده شده است. در جماعت دهات چارکوه به مناسبت گسیل نوسکران یعنی بهادران شجاع این منطقه چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. مردم تشبث کردند که در شهر اصفره نقشه دعوت بود شود. من همچون پدر من فرزندم گیتو مدام من خدمت وطن مادر به تیار. با اندیشه من همین که هر یک فردی تاجیک، هر یک فردی که من تاجیکستان به هست باید خدمت وطن مادر کند. اکنون تامین نقشه در روز اول دعوت در جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ شهر اصفره به حکم عنعنه می‌دراید. ساکنان این جماعت‌ها امید دارند که این اقدام در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت و جمهوری دستگیری و هماوازی عمیق پیدا می‌کند. هر یک جوانمرد جمهوری تاجیکستان که سینش به دعوت رسیده است حتما باید خدمت کرد. این ناموس هر یک جوانمرد چارکوه می باشد. اینچنین ما وطن دوستان چارکوه می خواهیم که چارکوه و تاجیکستان را حمایت کنیم. مرز بوم کشور خود را باید حمایت کنیم. جوانان وطن دوست جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ خدمت در صف قوه‌های مسلح را قرض شهروندی و شرفمندی جوانان می‌دانند. زیرا ارتش ملی مکتب بزرگ مردانگی است که در آب و تاب همه جانبه جوانان مساعدت می‌کند. از این خاطر دلاوران چارکوهی و واروخی امروز با سربلندی به خدمت حربی می‌روند. من همدیدین خوشیم جان می‌خواهم با
خوش خود با خدمت حربی وارد شده خدمت مادر وطن رو ادا کنند. ما امروز یک گروه جوانان از چورکو ساکنان چورکو به اینجا جمع شدیم که همچون اتریت خود اختیاری با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت مادر وطن را ادا کنیم. با مقصد در سطح بلند برگزار گردیدن معرکه گسیل نوسکران در جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ شهر اسفره چاره‌بینی با شکوه برگزار شد. در قطار صدها نفر جمع آمدگان من با خواهش خودم برای خدمت مادر وطن رفتی شدم و گفتنی هم برای شهروندان، برای جوانمردان جمهوری تاجیکستان، همه اینچنین شهر اسفره گفتنی هم که بهر خدمت مادر وطن دستکشی نکرده با خواهش خود با سر بلند به خدمت مادر وطن روند. بعدی قدرشناسی والدان و پیشقدمان از جانب صنعتکاران ورزیده برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد نوسکران و والدان آنها گردانیده شد. جوانان شجاع در این روز همراه نزدیکان و پیوندانشان سرور و شادمانی کرده با روحیه بلند به خدمت حربی گسیلانیده شدند. فرزندم وقتی که خدمت میرم گفتم من تام روید دولت حمایت کنن، من آبادی سیری پوری تینجی امونی خودم گوش کرد رحمت جناب اولیبا اما آبادی کردم. هر یک جوان وظیفه داره خدمت مادر وطن کنه. در جماعت دهات چورکو دعوتشنده بسیارند. با موفقیت همشون پر کردم. انا وانده با میران همشون سربرندانه خدمت میکنن. اقدامی پیش گرفته ساکنان جماعت‌های دهات چارکوه و واروخ شهر اسفره ولایت سوخت باعث افتخار و نمونه عبرت بوده دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت را وادار می‌سازند که در پیروی از این اقدام پیش گرفته عاید به اجرا نمودن نقشه دعوت حربی در روزهای اول تشبث نشان دهند، زیرا خدمت به وطن قرض فرزندی و قبل از همه شرف شهروندی است. سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هشتی من بهشتی من محبتی تو رنگ رنگ شکوفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگی تو دیار شعر و یاسمن نوای تو ندیدی من ز چشم اولی خدا رسیده ای به من وطن 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 سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هشتی من بهشتی من
بقا